خیلی زود حواست پرت میشه یا حتی وقتی داری یه کاری رو به بهتر شکل ممکن انجام میدی مدام دچار اشتباه میشی، یا بعضی وقتا حرفات یادت میره یا اصلا نشستن پای حرفای بقیه، گوش کردن به حرفای دیگران برات سخت باشه. اگه جوابت به این سوالات مثبته، میخوام بگم که تو دچار اختلال عدم تمرکز هستی. عدم تمرکز یا پرش افکار یکی از اختلالات جدی توی بزرگسالانه و خب اینجوریه که نمیتونن روی مسائل مختلف تمرکز کنن، یا موقع صحبت کردن حرفاشون یادشون میره، یا حتی نتونن کتاب بخونن یا با کیفیت کاری رو انجام بدن. اینا رو گفتم که دو تا نکته بهت بگم. اول اینه که اگر این مشکل پرش افکار یا عدم تمرکز به شکل حاد و ادامه داری باشه، خبر از یک اختلال جدی توی مغز به ما میده. دوم اینه که با نوروفیدبک، روان درمانی، دارو درمانی، خواب کافی، ورزش